سلام خدمت دوستای گلم. میخوایم با هم دیگه مبل کودک درست کنیم. اول از همه به خواب پارچمون باید دقت کنیم. خواب پارچمون باید رو به پایین باشه. در مورد الگوهایی که گوشهشون نوشتم دولای بسته، باید یه بار الگو رو بذاریم و روی کار که مشخصه چاپی هستش رو بکشیم و بعد از همون قسمت که دولای بسته است تا کنیم و پشت کار رو بکشیم. و در مورد یقه که روش نوشتم 2 برش با 2 گرینه، یعنی اینکه 2 بار روی کار رو که همون قسمت چاپی هست رو میکشیم و 2 بار هم پشت کار، به این صورت که نشون میدم. یعنی 2 بار میکشیم، یه بار همون صورت که دارم نشون میدم ببینین، و 2 بار هم پشت کار، یکی این قسمت و یکی هم در قسمت های دیگه پارچه که جا هست. و اینکه برای الگوهامون جای درز، جای دوخ نمیذاریم به این صورت. و اما در مورد الگوهایی که رنگ دیگه ای هست، من اینجا همشونو بهتون نشون میدم. 2 برش با 2 برش بدن، کف پا و همینطور تیکه های دیگه ای که نشون میدم. در مورد پوزه که سفید هست، گوش 2 برش استفاده میشه در 2 رنگ مختلف، کرمی و سفید، و دست و سر هم که کرمی هستن. توی این قسمت دخت پا و دور بدن رو داریم. همونطور که میبینید این 2 تیکه که دست من هستش، این 2 تیکه رو میذاریم روبروی هم و این 2 تیکه رو میدوزیم. دور بدن طولش یکم بیشتر بود، توی کاغذ آسه جا نمیشد، من بیشتر کشیدم و اندازشم براتون نوشتم. این قسمت که تیکه بین پا هست، دولای بسته است، اینو به این شکل در آوردم، میذاریم روی دور بدن و همونطور که میبینین دارم نشونتون میدم این قسمت رو میدوزین و همینطور قسمت تیکه بعدیشو هم که میبینین این قسمت ها رو میذاریم رو به روی هم و میدوزیم. خب من دوخته شده پا رو بهتون نشون میدم. اینجا دور بدن رو من دوختم. خب حالا میخوایم با هم دیگه کف پا رو بدوزیم. کف پا رو به رنگ صورتی در آوردم و میخوایم دور پا رو که دولای بسته هستش رو به دور این قسمت بدوزیم. این قسمت رو تا میکنیم و میدوزیم و این گردی رو که کف پا هست دور تا دورش رو میدوزیم. اینا میشه پاهای مبلمون. این یکی قسمت هم که همینطور دور تا دورش رو میدوزیم. من اینجا دوختم. قسمت های دور تا دورش که گرد هستش رو چرت میزنیم، برمیگردونیم کار رو. این قسمت که میبینیم درز داره، میذاریم روی درز، رو به روی پارچه رو میذاریم، پشت کار به خودمون باشه و قسمت وسط کار رو مشخص میکنیم و در درز رو به روی کار میذاریم. به این صورت که مشاهده میکنیم از حالت کشتانی پارچه استفاده میکنیم و دور تا دور کار رو میدوزیم. خب این قسمت من کار رو آماده کردم، پاها رو دوختم. اینجا فقط یه نکته دیگه داره که اضافه میشه، از تکه پارچه استفاده میکنیم و میذاریم توی این قسمت به اندازه کف پا، کمی از کف پا 1 سانت مثلا از دورش کوچیک‌تر باشه میذاریم، میدوزیم، برای اینکه وقتی پشم شیشه رو پر میکنیم داخلش کف پا خالی نشه بعد یه مدت. خب میبینین من کف پا رو دوختم، این تیکش رو به این صورت وقتی میذارین از روی دوخت قبلی ندوزین، نیم سانتی از نیم سانتی بدوزین که دوخت قبلیتون نامرتب نباشه. اگه اضافه اومد که مثل من یه پیل بهش اضافه کنین. پارچه رو بکشین بیرون و گوشش رو چرت بزنین که
هنگام پر کردن پشم شیشه از این نقطه بتونین داخلش پشم شیشه بذارین. به این صورت. این یکی کارم مثل قبلی میدوزیم. خب توی این قسمت دوخت نشیمنگاه رو داریم. جلوی بدن و بچه ها اشتباه نوشتم، همون نشیمنگاهه. اینو هم مثل الگوی جلوی بدن 2 لایه بسته در آوردیم به این صورت. خب توی این قسمت نوار دور بدن رو داریم. 4 به طول 4 در 105 سانتی متر که به این نقطه‌ای که نشون میدم سنجاق کنین. دور تا دور کار رو وقتی سنجاق کردین بدوزین. خب اینم از آماده شده کار. حالا نوبت جلوی بدن هست که این هم 2 لایه بسته در آوردیم به این صورت. به این نقطه از کار میدوزیم. این قسمت که نوشتم کمر، کمر رو به کمر وصل میکنیم به این صورت. سنجاق کنین و بدوزین. خب قبل اینکه بدوزین وسط کار رو مشخص کنین، هم وسط نشیمنگاه و هم این قسمت جلوی بدن رو. اینا رو بذارین رو به روی هم و بقیهش رو بدوزین. فقط این قسمت آخر 1 سانتی متر میفته روی نوار بدن، نباید دوخته بشه. خب من نشون میدم این کار رو. ببینین من این قسمت رو ندوختم. اینم این طرف. توی این قسمت دوخت آستین به پشت بدن رو داریم. آستین به این صورت وصل میشه. این قسمتش کوتاه‌تره و یک قسمتش بلندتر. قسمتی که کوتاه‌تر هستش به پایین بدن دوخته میشه. خب اینجا رو سنجاق میکنیم و بعد میدوزیم. خب من اینجا دوخته شده کار رو بهتون نشون میدم. فقط یه نکته داره. قسمت تیزی آستین که با الگو هم نشون میدم از پارچه پایینی 1 سانتی متر بیرون بدیم، بعد بدوزیم تا یه خط صافی به دست بیاد. و این الگوی پشت بدن هستش. 2 تا از این الگو گرینه هم در میاریم و حالا میخوایم این قسمت سرشانه و آستین رو به هم وصل کنیم. توی الگو نشون میدم. خب به این صورت ببینین این قسمت رو به این قسمت از پشت بدن وصل میکنیم. بعد پارچه رو به رو برمیگردونیم و میدوزیم. توی این قسمت دوخت دست رو داریم. همونطور که میبینید دور مچ 2 لایه بسته بوده. از طول تا میکنیم این دور مچ رو. وسط کار رو یه چرت میزنیم و حالا این نقطه رو میذاریم به درز بین پشت و آستین و به این ترتیب عمل میکنیم. این قسمت وسط رو سنجاق میزنیم و گوشه های کار رو قبل از اینکه بخوام پیلیاش رو ببندیم سنجاق میزنیم، بعد پیلیاش رو مشخص میکنیم. این طرف کار هم به همین صورت هستش. اول از همه سنجاق میزنیم، بعد این قسمتی که اضافی اومده رو تبدیل به پیلی میکنیم به این صورت. توی الگو این قسمت هایی که نشون میدم همون پیلیا هستن. در مورد الگوی دست هم که 4 برش هستش. 2 به 2 روبروی هم قرار میدیم به این صورت و از این نقطه که نشون میدم میدوزین تا وسط کار. باقی کار رو نمیدوزین. خب در اینجا همونطور که میبینید کار رو بردم زیر چرخ. قسمت توسی پایینه و صورتی بالا. حالا قسمت های اضافی رو شروع میکنیم به پیلی زدن و چرخ کردن. خب همونطور که میبینید یکی از آستینا رو دوختم. وقتی برمیگردونیم پیلیا به سمت بالاست. طرف دیگرم باید دقت کنیم پیلیا به سمت بالا باشه. خب دوستان همونطور که میبینید دست رو من چرخ کردم. حالا روی کار رو میذاریم روی کار.
این قسمت درز وسط رو میذاریم روی درز و سنجاق میزنیم و دو طرف کار رو میکشیم و چرخ میکنیم. از حالت کشتانی پارچه هم استفاده کنید. خب من کار رو دوختم. بهتر موقع دوخت کرمی پایین باشه تا دوخت تمیزتری داشته باشیم و دوختای دیگه‌مون از رو دیده نشه. حالا آستینو به این صورت که میبینین تا میزنیم و قسمت‌های توسی مچ آستین رو میذاریم روی همدیگه. خب به این صورت و از این نقطه که نشون میدم شروع میکنیم به چرخ کردن و توی این قسمت یه نقطه داره که چرت میزنیم، ولی فقط پارچه رویی رو باید چرت بزنیم، نه پارچه پایین. خب از این قسمت شروع میکنیم به دوختن. این تیکه رو باید چرت بزنیم و بعد باقی کار رو پارچه رو صاف کنیم و بدوزیم. خب اینجا کار رو زیر چرخ بردم و چرت رو زدم و میخوام این قسمت رو بدوزیم. خب اینجا پارچه رو بلند میکنم. ببینین این اون قسمتی هستش که اون 1 سانتی است که ندوختم. درزها رو صاف میکنیم، به سمت پای باز میکنیم و همینطور که میبینین به این صورت پارچه رو در راستای پایه چرخ قرار میدیم به صورت خط راست و ادامه کار رو میدوزیم. به این صورت توی این قسمت کمی دقت کنین. خب کارمون به این صورت در میاد. این روی کار و اینم از پشت کار.